بعضیا تا روز مرگ هم اینا رو نمیفهمن، ولی اگه تو زودتر بفهمی دیگه هیچ وقت مثل قبل زندگی نمی‌کنی. 1. هرچی کمتر حرف بزنی حرفات ارزش بیشتری پیدا میکنن. 2. همه چی رو به خودت نگیر. باور کن هیچ کس اونقدر بهت فکر نمیکنه که خودت فکر میکنی. 3. اگه تمرکزت روی مشکل بیشتری میاد سمتت، ولی اگه ذهنت روی ممکن ها باشه فرصت ها خودشونو نشون میدن. 4. هر چقدرم الان درد بکشی یه روزی برمیگردی و میبینی همون درد باعث شده یه ورژن قوی تر ازت ساخته بشه. 5. هر آدمی که میاد تو زندگیت یه دلیلی داره، یا اون قرار زندگیتو تغییر بده یا تو قرار کاری برای اون انجام بدی. 6. از امتحان چیزای جدید نترس. زندگی وقتی تکراری میشه که فقط تو محدوده امن خودت بمونی. 7. وقتی کسی که برات مهمه نادیدت میگیره، مغزت همون واکنشی رو نشون میده که به درد فیزیکی نشون میده. 8. بعضی لحظه ها ارزششون رو وقتی میفهمی که فقط یه خاطره شدن. 9. وقتی شروع میکنی به چیزایی که قدر دانشی کم کم فراموش میکنی دنبال چی نیستی. 10. اگه نتونی کنترل زبونت رو داشته باشی هیچ کنترلی روی آیندت هم نداری. اگه هنوز منو دنبال نمی‌کنی شاید این آخرین باری باشه که حرفام بهت میرسه، ولی اگه همراه همی تبریک میگم، تو یکی از اونایی هستی که هر روز دارن نسخه بهتری از خودشون رو میسازن. من مایک ریاضی هستم، دوست تو. در این مسیر با من همراه باش و هنوز اول راهیم. سپاسگزارم.